همون طوری که پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم نواسه هایشان امام حسن و امام حسین من حیث دو تا دسته گل معرفی میکنه برای امت و بعد میگه پروردگارا دوست بدار کسانی را که اینها را دوست میدارن. من اینها را دوست دارم، خدایا تو دوست بدار کسی را که اینها را دوست میداشته باشه. بنان محبت اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم برای اهل سنت و جماعت جزئی اعتقادات و باورهایشان محسوب میشه و هیچ مسلمانی نمیتونه بگه من مسلمان هستم و اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم دوست ندارم. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از اونجایی که همه میدانید که در ایام متبرک ماه محرم قرار داریم و بسیاری از عزیزان ما در ارتباط به فضائل و ویژگی های ماه محرم سوالات مطرح میکنند. میخواهم به صورت بسیار خلاصه 5 نکته را در ارتباط به ماه‌های حرام خدمت شما عزیزان بیانی داشته باشم. نکته اول قدامت تاریخی ماه‌های حرام است. همونطوری که الله سبحانه و تعالی در نص صریح قرآن بیان کرده، یعنی قدامت تاریخی و طولانی این ماه‌ها برمیگرده به زمان خلقت زمین و آسمان. الله تبارک و تعالی میفرماید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تعداد ماهان نزد خداوند 12 ماه است و از روزی که خداوند زمین و آسمان را آفریده تا امروز و تا قیام قیامت منها 4 حرم، در بین 12 ماه 4 ماه ماه‌های حرام است. حرام به این معنا که همه مسلمان به غیر مسلمان بر حرمت این ماه‌ها قائل بودند، یعنی زمان فرارسیدن ماه‌های حرام جنگ و خونریزی را تعطیل می‌کردند، یعنی معتقد بودند که در این ماه‌ها جنگ و خونریزی درست نیست. به همون خاطر برش میگویند ماه‌های حرام، یعنی ماه‌هایی که از احترام زیادی نزد همه انسان‌ها برخوردار بودند. و این 4 ماه حرام کدام است؟ ماه ذوالقعده است، ماه ذوالحجه است، ماه محرم است که 3 ماه اون پی در پی است و ماه رجب است. یعنی مجموعاً 4 ماهی که از حرمت به جایگاه برای کل انسانیت برخوردار است، یعنی همه به حرمت و احترام این ماها قائل هستند. اتفاقاتی که در ماه محرم رخ داده، چون ما در ماه محرم هستیم و یک سلسله موارد تاریخی بعضی‌ها ذکر کردن که ماه محرم یا به اصطلاح در ماه محرم اتفاقات زیادی رخ داده، از جمله مثلا حوادث طوفان زمان نوح علیه السلام یا مثلا نجات موسی علیه السلام از شر فرعون و غرق شدن فرعون در ماه محرم. این هم موارد تاریخی است که ذکر کردن نگده. اما آنچه که ثابت است که در اول ماه محرم شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاده و در 10 ماه محرم شهادت نواسی پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه و یاران جان نثاران اتفاق افتاد. شاید در ذهن عزیزان ما سوال پدید بیاید، خب شهادت این بزرگوارانی که در محرم اتفاق افتاده، خب ما در قبال قضایا چه مسئولیتی داریم؟ من من حیث برادر کوچکتان توصیه‌ام این است که کوشش کنید تاریخ این بزرگواران را، فداکاری های اینها، شجاعت های اینها و زحماتی که اینها به خاطر اسلام کشیدن او را مطالعه کنید، بررسی کنید، ببینید. هم سیرت عمر رضی الله تعالی عنه بخوانید، از زمان مشرف شدنش به اسلام تا زمان خلافتش تا زمان وفاتش به خدماتی که بر اسلام انجام دادن، و هم سیرت خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم و به خصوص حضرت امام حسین و جریان شهادت امام حسین و انگیزه قیام امام حسین در کربلا بخوانید. امام حسین به خاطر چه قیام میکند علیه حکمت زمانش؟ به خاطر اینکه حکمت ظالم است، حکمت غیر عادل است، حکمت به اصطلاح به زور تحمیل شده بر مردم. به همون خاطر در برابر او ایستادگی میکند و نمیپذیرد هر چی را که حکمت بخواهد از آدرس زور بر اونها تحمیل بکند. یعنی از امام حسین درس شجاعت، درس فداکاری، درس عدالت خواهی، درس مبارزه، اون هم تا پای جان باید آموخت. این در ارتباط به شهادت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه که در 10 محرم اتفاق افتاد. و از نظر عقیده اهل سنت و جماعت هیچ انسان سنی به معنای واقعی نمیتونه سنی باشه تا زمانی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست نداشته باشه و برشان احترام قائل نباشه. همون طوری که پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم نواسه هایشان امام حسن و امام حسین من حیث 2 تا دسته گل معرفی میکنه برای امت
و بعد میگه پروردگارا دوست بدار کسانی را که اینها را دوست می‌دارند. من اینها را دوست دارم، خدایا تو دوست بدار کسی را که اینها را دوست می‌داشته باشه. بنابراین محبت اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم برای اهل سنت و جماعت جزئی اعتقادات و باورهایشان محسوب میشه و هیچ مسلمانی نمیتونه بگه من مسلمان هستم و اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم دوست ندارم. عبادات در ماه محرم است یا روزه گرفتن به خصوص. ما در روایتی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بزرگترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان روزه در ماه محرم است از نظر اجر و پاداش. یعنی اگر کسایی که علاقمندی دارن برای گرفتن روزه، یعنی از شروع ماه محرم تا ختم ماه محرم روزش مستحب است. کسایی که علاقه دارن، توانایی دارن، میتونن روزه بگیرن. بدون استثناء در ماه محرم روزه گرفتن اجر و پاداش زیادی داره. و اگر تمام محرم روزه گرفتن نمیتوانید، به خصوص روز 10 محرم یا 9 با 10 محرم یا 10 با 11 محرم یا 9 و 10 و 11 3 روز پی در پی روزه میگیرن، ما در روایت داریم که کفاره 1 سال گناه گذشته انسان محسوب میشه نزد الله تبارک و تعالی. بنابراین خواهران عزیز و برادران عزیزی که علاقمندی به گرفتن روزه در ماه محرم دارن، روزش مستحب است اما اختیاری است. هیچ کسی حق نداره سر کسی تحمیل بکنه که من روزه میگیرم تو هم باید روزه بگیری. کسایی که علاقمندی دارن بگیرن، اجر و پاداش زیادی داره. و عزیزایی که اگر فرصت کمی دارن میتونن روزه 9 و 10 یا 10 و 11 رو بگیرن. این تفاوتی که میگیم 9 و 10 یا 10 و 11 به خاطر روایتی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی به مدینه منوره تشریف میآورن و میبینن که مردم مدینه یهود روزه میگیرن، از اونها پرسان میکنن که شما این روز چرا روزه میگیرین؟ میگوین این روزی است که خداوند موسی را از شر فرعون نجات داده، ما به شکرانگی او روزه میگیریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خب پس از شما کردم ما به موسی نزدیکتریم یا محبت بیشتری داریم، بنابراین ما هم روزه میگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز 10 محرم روزه میگیرن. و بعد بعضی صحابه میگن که یا رسول الله شما در تمام امور با یهود مخالفت میکنیم ولی در اینجا اونا هم روزه میگیرن، ما هم روزه میگیریم، یعنی مخالفت ایجاد نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر در سال آینده حیات باقی بود روز 9 با 10 یک جا یا 10 با 11 روزه. پس بهتر است، احسن تر است عزیزان ما که روزه میگیرن با این ترتیب روزه بگیرن، یعنی هم میتونن 3 روز روزه بگیرن، روز 9 10 11 یا اینکه روز 9 با 10 روزه میگیرن یا روز 10 با 11 روزه میگیرن. اگر فرضاً کسی مصروف کار است و مشکلی دارد و تنها روز 10 هم میگیره بازم اجر و پاداش داره برش، یعنی به این معنا نیست که جواز نداره و درست نیست. به در ارتباط به روزه ماه محرم نکته دیگری که قابل تذکر هست و مسئله بسیار مهمی که عزیزای ما سوال میکنن این هست که بسیار از مردم ما معتقدند که به فرارسیدن ماه محرم دیگه به اصطلاح کسی کالای نو نپوشه، دیگه مجلس عقد نکاح نداشته باشه، مجلس خوشی نداشته باشه، عروسی نکنن که بالاخره نمیفهمم چنین و چنان است. اینا همش برداشت های خود مردم است، اینا خرافات است یا به اصطلاح بگیم سخنای عرفی است که مردم در جامعه بین خودشان صحبت میکنن، یعنی هیچ اساس بنیاد شرعی نداره. یعنی در ماه مبارک محرم هم جلسات خوشیتان میتونین داشته باشیم، جلسات عقد نکاحتان میتونین داشته باشیم، میتونیم ازدواج، عروسی، یعنی هیچ ممانعت شرعی وجود نداره. بنابراین بسیار از عزیزای ما خواهرای ما سوال میکنه که حکم عروسی در ماه محرم چیست، یا حکم مجلس نکاح یا مجلس ختن سوری یا مثلا عقیقه یا فلان مجالسی که در او خوشی هست برای مسلمان. هیچ ممنوعیتی از نظر اسلام وجود نداره، چی در ماه محرم باشه، چی در ماه رجب باشه، چی در ماه ذوالقعده باشه، در ماه ذوالحجه باشه. یعنی از لحاظ اسلامی ما کدام دلیلی شرعی برای ممنوعیت مجالس در این ماه نداریم. بنابراین او عزیزایی که واقعا خود در پیروی اهل بیت میدانند و محبان اهل بیت میدانند، حتی ما روایاتی داریم که بیهقی روایت میکند، ابن کثیر روایت میکند که ازدواج حضرت علی رضی الله تعالی عنه در ماه محرم صورت گرفته. پس چطور میشه که ما بیایم بگوییم به اصطلاح برای مردم که در ماه محرم عروسی درست نیست یا مجلس عقد نکاح و به اصطلاح مجالس خوشی درست نیست؟ بنابراین همه جزئی مسائلی که اساس و بنیاد شرعی نداره، مردم از پیش خود میگویند. هر خواهر و برادر و هر جوان ما، هر عزیزی ما که میخواد در ماه محرم جشن عروسیش بگیره یا مجلس عقد نکاحش بگیره، هیچ اشکال شرعی وجود نداره. امیدوارم که عزیزای ما پیام گرفته باشن
موفق و مؤید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.